اکو قلب جنین یکی از موضوعاتی که در 2 دهه اخیر میشه گفت در سطح دنیا و در چند سال اخیر هم در سطح ایران خیلی مورد توجه قرار گرفته و روش خیلی کار شده. اصلا اکو قلب جنین باید برای چه کسانی انجام بشه و در چه سنینی از بارداری باید انجام بشه و اینکه اصلا کلا اکو قلب جنین چه کمکی میتونه بکنه به سلامت جنین و یا مادر. این موضوع یک موضوع خیلی مهمی هستش و من سعی کردم تا اون جایی که میتونم یک سری ویدیوها و پادکست های آموزشی رو در مورد موضوع تهیه کنم تا اون جایی که میتونم پاسخگوی سوالات شما باشم. اگر میخواید توضیحات من رو در قالب یک سری ویدیوها، پادکست ها و یا مقالات رو بیشتر ببینید میتونید به آدرس سایت من و یا کانال یوتیوب من مراجعه کنید.